آنها یک بزرگراه در اطراف این خانه ساختند و صاحبخانه آن را به گونه‌ای اداره کرد که آنها را پشیمان کرد. همانطور که در قسمت اول گفتم، این خانه متعلق به مردی به نام هوگو است که در وسط بزرگترین پروژه شهر قرار دارد. آنها حتی با وجود اینکه $500,000 به او می‌خواستند غرامت بدهند، اما او از فروش این خانه امتناع کرد، زیرا او به طور قانونی مالک خانه بود. اما چیزی که هوگو انتظارش را نداشت این بود که یک روز صبح در واقع شروع به ساختن بزرگراه در اطراف خانه او کردند. این داده تکمیل و به بهره برداری رسید. این کار باعث شد تا او شب‌ها نخوابد، بنابراین او به فکر راه حلی افتاد، یعنی شروع به خرید آینه‌های بزرگ و نصب آنها در اطراف خانه اش کرد. خانه او نصف جاده را اشغال می‌کرد. وسایل نقلیه عبوری برای جلوگیری از تصادفات سرعت خود را کاهش می‌دادند و در دراز مدت وجود این خانه در وسط جاده نیز بر تردد وسایل نقلیه تاثیر گذاشت و این امر افکار عمومی را به شدت عصبانی می‌کرد. بعد از این اتفاق دولت وارد عمل شد و متوجه شد که خانه او به طور غیرقانونی ساخته شده و از اون مرد شکایت شد و خانه او بدون دریافت غرامت تنها با $5,000 تخریب شد که کمتر از 100 برابر آن چیزی است که آنها در ابتدا پیشنهاد کرده بودند.